شیعه بودن بهر آن حیدر کجا؟ آن که یاران نبی را لعن کرد، پس نبی و هم علی را طعنه کرد. طعنه بر قرآن و سنت کرده است، دشمنی با کل امت کرده است. دشمنی انداخته در بینشان، ضربه وارد کرده او بر دینشان. سه خلیفه ربع یک قرنی مدام، بودند بر آل و بر اصحاب امام. آن بزرگان را چه سان لعنت کند، آن که او از شیعه بودن دم زند. نهی کرده سب مشرک را خدا، سب دشمن را علی مرتضی. اف لکم ولما تعتقدون والسلام علی من اتبع الهدى. خادم الاسلام والمسلمین سید محمد شافعی قریشی، میناباد، مقیم شهرستان تالش و مفتی شافعیه، عفی الله عنه و والدیه و اساتذته اجمعین. خداوند شما را با این حقویتون از شر شرارت ولایت تراشان و اطلاعات و درندگان و چرندگانشان با این عمرتان محفوظ بدارد و نهایت عمر ما و شما را با شهادت بگرداند. این تصویر را که میذارم، این کلیپ را که میذارم، اگرچه به زبان بلوچیه، لیکن ایشون یکی از نوادر بلوچستانه، بلکه بنده ایشون یکی از نوادر دنیا میدونم. خداوند به دستش کارهای خیر بزرگی انجام داده. بیش از 1000 مسجد در بلوچستان فقط درست کرده، علاوه بر دنیا، علاوه بر جاهای دیگه. شیخ عبدالمجید خدا حفظش کنه. هو چی سيرنده بوشي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چه صبح نماز درات بيب جويرية الوقايا ديتي بيب جويرية نماز مسلح سر نشته نماز کنگه. رسول الله صلى الله عليه وسلم شو مسيبتا نماز کو واپس آد بوچ برزه بيب جويرية کو نشته یکین جاگاه مسلح سر. فرسول جوستی کو گوشته ایا بی جویریه تما یکین جاگاه نشته که الله ذکر کنه گه گوشته من یکین جاگاه رسول الله نشته گو الله ذکر کنه گه گوشته رسول الله من یک ذکری گو راند هم وحدی درات کن سه کلمه ما چهار کلمه ما سه راند گو هر به الله میزان شاهی مالیر بی تچی دراهی ذکران گشتره گوشته یا رسول الله تو چی گوشته بنسود ده گوشته من گو سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإذا يتسبيح مزنية ذكره، يتسبيح ملائكة ذكره. الله سبحانه وتعالى قرآن هميشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشي تسبيح بك فسبح بحمد ربك، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. هرب مصيبتي تسرى نازل بي الله تسبح، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. ها؟ خداوند حفظش کند و به خانوادهش برکت بدهد. از خانواده بزرگی، جد ایشون هم از دوستان خدا بود، از اولیاء الله بود و خداوند به کارشون و به خانوادهشون و فرزندانشون برکت دهد. این تصاویر حمله یک لبنانی طرفدار خمینی به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی تبار که خمینی فتوای کشتنش رو صادر کرده بود. فتوایی رسانه‌ای با تبلیغات فراوان که چندین بار توسط بنی فقیه اول و دوم تکرار شد. علت نوشتن رمان تخیلی که در اون به پیامبر اسلام و شخص روح الله خمینی توهین شده. اما چرا فتوای قتل از کی حکومت ولایت فقیه برای کشتن مخالفاش فتوای رسانه‌ای صادر میکنه؟ از شاپور بختیار و شفیق و ارتشبد اویسی و فرخزاد و عبدالرحمن برومند و مظلومان و فاضلی و رادمهر و طباطبایی و ارسلان رضایی ملازاده و مجتهدزاده و قربانی گرفته تا همین سالهای اخیر مسعود مولوی و صفیزاده و فولادوند و صدها نفر مخالف عقیدت سیاسی دیگه ولایت فقیه بدون فتوا و بوق رسانه‌ای خارج از ایران ترور شدن. سوال اینجاست که اگه خمینی قصد کشتن سلمان رشدی رو داشت، چرا اون رو مثل سایرین در لیست ترورهای برون مرزش قرار نداد؟ این حجم تبلیغات و 3 میلیون دلار جایزه برای سر سلمان رشدی چرا با $50,000 یکی از مزدورای ولایی بی سر و صدا کارو تموم می‌کرد؟
اما حقیقت اینه که فتوای قتل سلمان رشدی دقیقاً در بهمن 67 6 ماه پس از امضای آتشبس با صدام و سرشکستگی خمینی در جهان اسلام صادر شد. خمینی با این فتوا نام سلمان رشدی بینامونشون در جهان اسلام رو بر سر زبون انداخت تا خودش رو به عنوان رهبر مدافع اسلام مطرح کنه و التیامی باشه برای جام زهری که نوشیده. فریب بازی‌های سیاسی ولایت فقیه رو نخورید. هشتگ بیدار بشیم. مشاور سازمان غذا و دارو گفته فروش داروهای ضد بارداری به صورت آزاد و بدون نسخه پزشک ممنوع. سخت کردن فروش کاندوم، نظارت شدید بر عملهای جلوگیری از بارداری و این بیلبوردهای تبلیغاتی و پوسترهای انگیزشی حاکی از اینه که دیکتاتور سرباز کوچولو میخواد. اصرار میکنم که حتما باید تکثیر نسل بشود. اما نکته مشترک در تمام این تبلیغات ولایی بودن خانواده‌هایی که فرزند بیشتری آوردن. پر جمعیت‌ترین خانواده جوان ایرانی. ما استثنا نیستیم. اونایی که یکی دو تا بچه دارن استثنا. یک مسخره بزرگ چیزی در میان برای انسان. اما این فیلم لو رفته از مرجع تقلید آیت الله مکارم شیرازی نگرانی اون رو نسبت به افزایش جمعیت شهروندان درجه 2 یا غیر خودی ها رو نشون میده. چیز دیگری که باز بر نگرانی ها افزایش فرزندان. همین ناصر مکارم شیرازی که دکتر مظفریان رو با خاطر حسادتش که نماز جمعهش اولا خودش هدایت شده بود و بعدم نماز جمعهش بیشتر بود از تعداد نمازگزارانش به کشتن داد که نفرین خدا بر این مکارم باد. همین شخص رو که آقای هدایتی میگه از خانواده یهودی اصلا. یا من برادران اهل سنت زمانی بیاد تمام اون منطقه تحت سیطره اهل سنت باشه. این صحبت ها رو بذارید کنار اخبار نازا کردن زنان کرد و خارج کردن رحم بدون اجازه در منطقه بلوچستان تا متوجه بشید تبلیغات افزایش جمعیت تنها برای حفظ ولایت فقیه در میان شهروندان درجه 1 کاربرد داره. همه این رژیم از الف تا یاش فریب و مکر و نیرنگه، بلکه این آیینی که درست کردن اینجوریه. آقای کمال حیدری، آیت الله کمال حیدری، ببینیم چی میگه. اگر صدا سیما اومد گفت آقا کار کردن تو دانشگاه و نمیدونم تو مؤسسات و نمیدونم تو کارخونه، ثوابش از پیاده رفتن به آقا امام رضا 100 برابر والله هم روز میبندنش. درسته؟ یعنی پس فرهنگ سازی کار کیه؟ لیکن آقایون باید اینجا بیان اینو بحث کنن که آقا شما قبول دارید پیاده برید با آقا امام رضا، لیکن 20 کیلومتریش کنید. شما هر کی میخواد بره اوزشو مرتب کنه برم تا کجا؟ نه اصلا سر قبرها رفتن چه امام رضا باشه چه غیر امام رضا، هر جایی که شرک صورت میگیره رفتن از شراب خوردن بدتره، از زنا بدتره. هیچ معصیتی مثل شرک نیست. تا اونجا نه اینکه آقا پشه از بصره 650 کیلومتری کجا بره؟ دیدم من آقا پارسال آقا از امام رضا آقا پیاده رو میخواد برم کجا؟ خب فردا میشه آقا 3000 کیلومتری. وقت اونجا میگه آقا امسال 20 میلیون زائر آمدن آقا امام حسین، میگه باید کاری کنیم امام رضا 30 میلیونی بشه. مطمئن باشید نه اصلا این فرهنگ مردمه، بلکه دکانه. کی باید جلو اینا رو بگیره؟ این که نظام سیاسی که نمیتونه این کارو بکنه. نظام سیاسی باید جلوشو بگیره، برای که نظام سیاسی که این دکانو باز کرده با ادبیات بدعت آمیزی که درست کرده. اصلا هم بکنه زیر سوال میره. باید کار کیه؟ حوزه فرهنگ سازی حوزه. کل حوزه بر مبناش بر همین شرکه. حوزه میتونه این کارو بکنه؟ اگه حوزه این کارو بکنه که حوزه شرکیه نمیشه، دکانش بسته میشه. ولی باز خدا خیرش بده که همچی حرفی میزنه. همین برید جلو و مطمئن باشید هر روز آقا برای شما من نمیدونم این فیلمو دیدم آقا چون آقا امام حسین روز عاشورا بعد از شهادتش اسوا آمدن چیکار کردن؟
بدن رو پایمال کرد. درسته؟ الان عزای دور شد. من فیلمش رو دیدم در کربلا آقا اینها نزدیک آقا باب الشهدا آقا میان بخوابن رو زمین رو کمرشون، مردم رو کمرشون رد میشن تا برن حرم. درست میگه مثل چرا؟ میگه برای این که درست مثل گاوپرستان هندو. امام حسین اینطور شد. بعضیا بس غیر از این چند جاهلیت مطلق، تشیع جاهلیت قدیم و در لباس تشیع زنده کرده و بعضا تصوف. موردی که من شنیدم هنوز عمومی نشدن، قمه گرفته آقا دستشو از اینجا قطع کرده چون میخواد تشبه پیدا کنه به کی؟ با آقا ابوالفضل. من میترسم فردا بیان آقا بچه ها رو بگذارن شش ماهه رو زیر تیر آقا بزنن آقا بگن آقا میگه بچه ما خونش رنگین تر از بچه کربلا علی اصغر امام حسین طلاق بزنید آقا. مطمئن باشید همه قلوب‌ها و بت‌پرستی‌های تاریخ مبناش دوستی احمقانه بوده. اگر شما جلوش نگرید اگر فرهنگ عمومی جلو پس کار کیا؟ میگم شما واقعا عجیبه اگر یه وکیلتون آقا 2 میلیون تومان آقا برداشته نیورده 100 تا بیانیه صادر میکنه ضدش. اینجا آبروی مقدسترین قضیه تشیع که آقا امام حسین داره زیر 100 تا سوال میره. شما هیچ امام حسین ربطی به تشیع نداره. تشیع با امام حسین بازی کرده، تشیع با اسلام بازی کرده. تشیع یک مذهب ویرانگر که هیچ ربطی به اسلام نداره، فقط ظاهرش تشیع، باطن شرک محض، قلوب محض، افراط محض، تروریسم محض. از روزی که ابن سبع ملعون امامت دروغی تراشید هیچ کدوم از ائمه اهل بیت ادعای امامت نکردند. ترور امام استا ماده محمودی امام مسجد تازه آباد مریوان کردستان توسط اشرار خودسر بومی به قلم کیوان مریوانی امروز صبح 27/5/1401 شمسی هجری شمسی عده‌ای خودسر و اشراری که خارج از مرزهای ایران و در اقلیم کردستان عراق مدیریت و هدایت می‌شوند با چاقو و قمه و امام استا عالم محبوب تازه آباد مریوان حمله کردند که به شدت مجروح شده است و در وضعیت وخیمی قرار گرفته. به دنبال این اتفاق عده کثیر از علمای منطقه بیشتر از 2 ساعت در جلوی فرمانداری شهرستان مریوان تجمع کردند تا با فرماندار این شهرستان در این مورد دیداری 5 دقیقه داشته باشند، اما فرماندار با این علمایان محترم دیدار نکرد. بفرمایید دست خودشونه. پس این علمای محترم تنها 5 دقیقه وقت خواسته بودند که به سخنان آنها گوش داده شود، نه بیشتر. بر اساس ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره مجازات جرم چاقوکشی آمده است که هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارم نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. حالا این اشرار بدون توجه به قوانین کشوری و از روی قلدری و خیره‌سری به کم دفاعترین طبقه در میان کردها یعنی طبقه مبلغین و خطبا و علمای دینی حمله کردند که غیر از الله و سپس قدرت بازدارندگی حکومتی کسی نیست که از آنها دفاع کند و هر شرور و پستی میتواند آنها را مورد اذیت و آزار زبانی و جسمی قرار دهد. دولت خداش از زمین میخواد اصلا. این اتفاق برای مولا محمد علوی بانئی و چند عالم دیگر نیز رخ داد. انتظار تمام علمایان و ائمه و خطبای مساجد از نیروهای امنیتی تنها برخورد مناسب بر اساس قوانین حاکم بر کشور با این اشرار و پاسخگو بودن و مسئولین است. این قانونه و برای خودشونه، برای دیگران نیست. آیا این انتظار بزرگ است که فرماندار شهرستان مریوان مدت 2 ساعت آن همه عالم و خطیب را پشت در منتظر گذاشته و حاضر نشد 5 دقیقه از وقت خود را به آنها بدهد و به سخنان این علمای محترم گوش دهد؟ صرف نظر از واکنش فرماندار از مسئولین امنیتی و قضایی شهرستان مریوان خواسته می شود
طبق قانون و بدون چشم‌پوشی و صرف نظر از مجرمین چنان واکنشی نشان دهند که همچون یک عامل بازدارنده عبرتی باشد جهت عدم تکرار چنین جرمی. دست خودشون در میانه. از امام جمعه محترم مریمان نیز خواسته می شود همچنان که یعنی امام جمعه رافضیشون همچنان اگه دارند همچنان که به دفاع از توهین کننده به الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و قرآن و کعبه و ناموس پیامبر و منزلش رفت، این بار نیز در برابر این حمله وحشیانه به امام ماده محمودی احساس مسئولیت نموده و در چارچوب اختیاراتی که دارد از این ماموس‌های محترم و فعال دفاع و دلجویی نماید و در اقدامی حمایتکارانه به این عالم شریف سر بزند و با دلجویی از او و خانواده‌اش و جامعه اهل دعوت سخنانش را از نزدیک بشنود. مضحک‌ترین فرار و ترس علی خامنه‌ای که بنی صدر فاش کرد. Hi, I'm Nick Barnes. Welcome to the workshop. We're working on a set of puppets for Life of Pi. درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچی. بیش از یک هفته از بیانیه میرحسین گذشته و خامنه‌ای پاسخی در مورد مورثی شدن ولایت فقیه نداده و خاتمی و سایر اصلاح طلبان برگ‌هاشون ریخته و خف خون گرفتن که مبادا مشمول استخر بشن. سکوت خامنه‌ای هم هیچ نتیجه و حکمی جز تایید این موضوع نداره که بعدها یکی پیدا نشه که بگه حضرت آقا مخالف بود یا غیره. هرچند که میرحسین دلش و عقلش به جایگزینی یادگار امام و تداوم ولایته، اما دو نکته مهم رو خواسته یا ناخواسته یادآور شد. اول، مهر تایید به نقش مجتبی در تمام اتفاقات چند سال گذشته، حتی حذف مخالفین و قدرت نامحدود به سپاه برای اعلام جانشینی خودش توسط تعدادی آخوند کهنسال خودفروخته. دوم، ارادت پیروان خط امام به یادگار امام و شیفته نظام و ولایت بودن. روایت داره که شهید، کسی که شهید میشه در راه خدا، به مجرد که میفته زمین تا اون وقت مثلا تو میدون جنگ از اسب میفته. حالا یه جور دیگه هم مجرد این که به خاطر ضربه دشمن زمین میفته قبل از آنی که از دنیا بره، یعنی هنوز تو این نشأت ملائکه میان دور برش فرشتگان الهی و میبینه اون فرشتگان. بله، اینجا و بلکه بالاتر از این جایگاه خوشو در بهشت میبینه. لیکن این کلمت حق یراد به الباطل. شهید اون کسی است که به خاطر اعلای کلمت الله بجنگه، نه به خاطر اعلای کلمت شرک، اعلای خرافات، نه به جای اینکه تروریسم در دنیا رایج کنه، حقوق بشر زیر پا بذاره، قتل و غارت به راه بندازه، فتنه و فساد به راه بندازه. چون افرادی نه که شهید نیست بلکه مجرم تایی مجرمه. این آقا راجب قاسم سلیمانی مجرمی حرف میزنه، چون مجرمی مثل خودشه. کس نگوید که دوغ من ترش است. خامنه‌ای 4 تا پسر داره که هیچ کدومشون نه جبهه رفتن و نه شهید شدن، ولی برای همسر یک شهید از موهبات شهادت میگه. خیلی چیز مهمه که هنوز در همین نشعه با چشم مادی فرشتگان الهی رو میبینه و اونا بهش مژده میدن و خدای متعال همه گناهانش رو میبخشه. گناهی جز شرک، خداوند شرک رو نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اینم در آخرته، نه در دنیا. در دنیا باید توبه کنه هر کسی اگه خواست اونا چیزی کرده باشه خدا متعال باشه. البته تو از حق الناس کنه، حق الناس بحثی دیگه. این بزرگترین تسلایی. حق الناس کشتن اطفال سوریه حق الناس نیست؟ بیوه کردن زنان اهل سنت در عراق و در سوریه و کشتن فرزندانشون به شکل وحشی ترین وحشیان که روی مغول سفید کرده، اینا حق الناس نیست؟ نفرین خدا بر توی دجال و امثالتون باد که اینقدر دروغ میگید، سر مردم کلاه میذارید. در حالیه که طبق گفته بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران وی خودش زمان جنگ اولین شخصی بود که از جبهه جنگ فرار کرد. وقتی ما در ستاد لشکر اهواز بودیم
مرحوم این فلاحی و فرمانده لشکر خوزستان و این آقای خامنه‌ای تو اتاق فرماندهی بودیم. اون توپخانه عراق که توپ میانداخت، این توپ ها میافتاد تو حیات اون ستاد، یکی دو تاش افتاد خیلی نزدیک ساختمان، چنان که این آقا وحشت کرد رفت تایی دیوار زیر نیم کرد. آقای خامنه‌ای؟ بله والله. بعد ما همون وسط اون چیز که ایستاده بودیم صحبت میکردیم زود رفت اونجا زیر اون نیم کرد. اون مرحوم شرطی فلاحی خندش گرفت، صداش کرد که آقا از اینجا زود تشریف بیارید بیرون، برای اینکه این بخوره که این بم که تا اول باید بخوره به دیوار تا در ما مؤثر بشه، بنابراین اول دیوارم خراب میشه سر شما. در ترخه کور که اصلا مجرم است، هر کشوری بود این رو به عنوان اینکه یک لشکری رو فراری داده محاکمش میکردن، این اگر اعدام نمیکردن خیلی بهش ارفاق کرده بودن. برای اینکه وقتی که گارد جمهوری صدام حمله متقابل کرد به قوای ما، اول کسی که فرار کرد این آقا بود. این از انتظاری و مدامت اونجا در یه زره پوشی من رفته بودم یه چند دقیقه دراز بکشم، آمد گفت که آقا بیاد، بعد خطرناک شد. گفتم چرا چی شد؟ گفت که حمله متقابل شد و بوشون داره برمیگرده از جبهه، بوشون خودمون. گفتم بس فرمانده اینا که گفت از اینا کاری ساخته نشه. گفتم این آقای خامنه‌ای که معممه ببره جلو، گفت آقا اول همه رفت. چطور رفت؟ گفت همون رفت که بقیه رفتن. بعد ما آمدیم حالا 9-10 شب این نیروها رو از این برای جمع کردیم، دوباره بردیم تو جبهه مستقر کرد. اینا دیگه تبلیغات. این یه داستانیش که بماند یک نماسه‌ایش در برابر این آدمی که این کار کرد. یک سرهنگ جوادی داشتیم، فرمانده اون لشکر بود، در واقع فرمانده یه تیپ از اون لشکر. و این کمران مرحوم آمد گفت که این آقا نمیاد از جبهه، تک تنها اونجا با یه آرتیشی مونده تو جبهه، میگه که فرمانده حق نداره قواش از دست داده میدان ارائه کنه. من خیلی متاثر شدم، البته خیلی هم به شوق آمدم و به عنوان فرماندهی کل قوا به او امر کردم که از اونجا بیاد عقب. داستان مفصله. به هر حال این آدم این رفتار کرد اون روز در اون سختی. حالا این آقا در ایران میره پیش بسیجی و تهدید میکنه استاد خودش رو، اولا متهم میکنه به خیانت و تهدید میکنه به مجازات و محاکمه و مجازات. ولی عجب دنیایی. آقای خمینی او رو کرده بود عضو شورای دفاع و این میرفت دائم در احواز بود. او باید به جبهه و اینا میامد، اما این آقای رفتن جانی اصلا به جبهه هم نزدیک نمیشد. میگفت که دکتر گفته صدای تیر تفنگ برای شما مضره. انتقادات تند و طوفانی حسین نقبند به عملکرد دولت انقلابی رئیسی و گشت ارشاد که در بخش زنده تلویزیون توسط صدا و سیما قطع و سانسور شده بود. چرا دارید با این نظام، حرمت این نظام بازی میکنید وقتی کاری از دستتون بر نمیاد؟ حضرت آقای رئیس جمهور قدری به کارهای این وزراتون بیشتر تأمل کنید. این گرانی هایی که قول دادن هرگز دیگه گران نمیشه، ببینید چند برابر شد. مکتب شیعه مکتب اعتراضه و اگر اعتراض میکنیم برای حفظ این نظام، حفظ خون شهدا و حفظ این جانبازی های این نظام داریم میگیم و این کار رو انجام میدیم. درد دین داریم، درد نظام داریم. رهبری مکرر میگه آقا به وسیله این بنهاتون و گشت ارشادتون یخرجون من دین الله افواجا نکنید. پیامبران الهی، ائمه اطهار، علما، صلحا، شهدا همه تلاش کردند تا یدخلون فی دین الله افواجا باشه. اونایی که این کار کردن که شما لعنتشون میکنید، نفرینشون میکنید، که همونایی که شما را از مجوسیت آتش پرستی بیرون آوردن داری لعنتشون میکنی. که اما
این ونهای ارشاد که یک دختر جوان که بالقوه مادر است، خواهر است، عمه و خاله و مادر بزرگ خواهد بود، جماعتی در اطراف او خواهند بود، آیا دیگه به این نظام اصلا در این حوزوی های شرکیه یک روده راست و معده‌شو نیست، همش کج، همش دروغ. به اسلام، به روحانیت و به دین ما خوشبین خواهد بود؟ مگه ما ندیدیم چند تا از کلیپ هایی که زنان خوش سلیقه، زنان بسیار محترمه اومدن با کسانی که کمی بد حجاب بودن آنگونه رفتار کردن که اون دختر کم حجاب با عشق و اشتیاق حجاب رو پذیرفت و حتی بوسه بر گونه آنها زد. چرا این گونه عمل نکنید؟ چرا دارید مردم رو از نظام در ایران اتفاق میفته؟ شوخی میکنید؟ دور میکنید. به خدا این نظام بسیار خونها که به پایش ریخته شد. آره 100 برابر خونها که ریخته، خونهای ریخته که اسرائیل از ریختنش عاجز بود. ای کذابان دجال. بسیار زجر ها که به پای این نظام کشیده شد و امیدواریم انشاءالله حضرت آقای رئیسی بهتر از اینها این دولت و این مدیرانی که بعضا هم ناکار آمدن اداره کنند. زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه که تورم امروز و دیگر مشکلات اقتصادی کشور تقصیر آمریکا و دولت حسن روحانیه. جنگ بی سابقه اقتصادی هستیم در شرایط تحریم، در شرایطی که به هر حال 1000 سال هنوز یزید ولکن نیستن، امریکا را ولکنن. همه مشکلات خودشون به دیگران پاس میدن، برای زیر مشکلات شانه خالی کنن. دشمنان نظام در مذاکرات شاهد بودیم در طول این دور از مذاکرات و بالاخره در طول 1 سال گذشته، کما اینکه در دولت قبل هم تجربه شد، آمریکا و غرب بنا نداره که حق ملت ایران رو به رسمیت بشناسه. زهره الهیان با انتشار ماهواره بر روسی و انبار چوبی نوشته در حالی که ایران ماهواره خودش رو به فضا میفرسته، اروپایی ها در حال جمع کردن هیزم برای زمستانند و اما سخنی برای گفتن نیست جز انتشار تصویر نزدیکتر از زهره، نماینده مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی. مجری ابتدا از زعامت آقای ابراهیم هزارجریبی مدیر کل سابق پست قدردانی کرد. اتفاقات عجیب و غریب در معرفی یک مدیر استانی پست. مدیر کل پست خراسان شمالی معارفه نشده از دور خارج شد. اما در این لحظه پس از صدای تماس گوشی آقای اسکندر حلالخور عضو هیئت مدیره پست کشور سخنان بقیه دیگه جناب آقای سجودی نوشتن انتقاداتون خیلی خوب بود از شهردار کابل، لیکن ایشون استاندار کابل است نه شهردار کابل. شهردار کابل مولوی عبدالرشید است که بلوچ است و بسیار پرنفوذ بین طالبان. جبهه عبدالرشید بیش از 5000 در راه آزادی افغانستان کشته داده، خدا توفیقش بده، و دولت ایران در پی ترور اوست. بله خب ما اصلا میخوایم که پست آقای استاندار رو به شهردار تنزل دادیم، اینطوری گفته بودن، ترجمه کرده بودن که اشتباه بوده. مهم اینه که امیدوارم که این نصیحت روشون اثر گذاشته باشه و از توجه شما هم جناب آقای سجودی بسیار متشکرم. آقای شاهوزایی خواهش میکنم کلیپ هایی که میفرستید توضیح بدید که چه هست. کلیپ هایی که توضیح نداده شده باشه منو معذور بدارید. مسجد سالار شهیدان تهران پیشنماز با زنهای بیوه پیشنهاد رابطه میداد و مردم فهمیدن انداختن. اینو قبلا گذاشتم.
هدایت شده هیئتی. با سلام و درود استاد، از آن شبی که از روزم تحصیلاتی استادتان شیخ در از روزنامه تحصیلاتی استادتان شیخ دورینی سخن گفتید که چندین فوق لیسانس و دکترا دارند. آره، 4 تا دکترا و 7 تا فوق لیسانس. من به شخصه مانده ام در آخرت در مقابل چنین نوادر و بزرگانی در قبال عمرمان که چگونه تصرف کردیم چه پاسخی به خدا بدهیم. و واقعا البته اینا نوادر زمانند و واقعا اگر در هر عصر از اسلام انگشتبار از این مخافر بود، الان اوضاع جهان اسلام چه بسا از این بهتر بود. و شما تصور کنید استاد که ابلهانی چون سیپی ها اگر امثال علامه دورینی زنده بودند، حکم کفر چنین مشایخ و بزرگان نیز میبستند، شکی نیست. و خوشا به حال شما که از محضر این بزرگان کسب پیست کردید و ما هم خرسندیم که هم عصر و حمایت شما هستیم و با شما دین را شناختیم. لطف دارید، به دعایتون نیازمندم. سرود زیبا در وصف خدا. ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا راحم یا مالک یا حاکم یا محیمن یا حاسب یا مجیب یا راغب یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله. تو خالق داشتا گاه و بیابانی، رحیم و رحمانی، خدای سبحانی، بخشنده و دانا، محبوب خوبانی، دارم به تو امید وقت پریشانی. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. جزاک الله خیر. خطبه عجیب رهبر بزرگوارمون اهل خواب نقل کردن نیست. چون اصلا نه تو جلسات خصوصیش نه تو عمومیش که بیاد خوابش رو نقل بکنه. یه خوابی همین چند روز قبل من از زبان آیت الله شب زنده‌دار، آیت الله شب زنده‌دار از فقهای شورای دروگوی از دروگوی دیگه نگهبانه، از فقهای شورای نگهبان هستش و هر هفته با مقام معظم رهبری و چند نفر دیگه یه مباحثه فقهی داره برای ظهور تمدن سازی. نگاه کنی آمادگی برای ظهور و تمدن سازی. آقا این کسی که میخواد شما به زور به ظهورش برسونید 2/3 بشر میکشه. البته چنین چیزی وجود نداره. این درنده رو شما تراشیدید برای که درندگی خودتون رو توجیه کنید. آیت الله شب زنده‌دار ایشون میفرمود آقا 3 روز قبل من خوابی دیدم، پیغمبر اکرم رو خواب دیدم. ساختمونی بود که یه مقدار در این مذهب ویرانگر دروغ برای نشر مذهب خودشون نه که جایزه بلکه واجبه. دروغ
تزویر، زنا، شراب خوردن، همه اینا رو بارهاست کلیپ خود خمینی براتون گذاشتم. دارش مثلا فانداسیونش اومده بود بالا، یه مقداریش اومده بود بالا، ولی هنوز خیلی نیمه کاره. پیغمبر اکرم به من گفتش که آسیناتو بالا بزنی ساختمون رو تکمیلش. پیغمبر به من گفت. آره. این انقلاب اینا وقتی در بیداری هزاران دروغ و پیغمبر بسن در خواب نمیماندن، تشیع و بعضا تصوف مثل مسیح پرستی و عزیر پرستی مبناش بر خواب و خیالات و اینجور چیزاست. دیر یا زود به دست امام زمان علیه السلام میرسه. آره، زمان صفوی هم چرندیات میگفتی 500 سال پیش هر جا که دولت شیعه برپا شد این خرافات جا گرفت. پیام کوتاه خامنه‌ای به عربستان: آبکش به آفتابه میگه دو سوراخه. البته این کلیپی که شما فرستادید چیز نمیشه، یعنی یه جوری فرستادید که من باید کپی پیستش کنم. هدایت شده جوان: مولوی امیر محمد کابلی، یک تن از عالمان برجسته دینی در داخل مسجد صدیقیه ساحه سرکوتل خیرخانه از مربوطات حوزه 17 امنیتی شهر کابل در جریان ادای نماز شام هدف انفجار قرار گرفته است. اعوذ بالله. نقشه همطور که قبلا هم عرض کردم برای افغانستان اینه که جنگ فرقه‌ای، جنگ صوفی سلفی، جنگ خانمانسوز داخلی راه میندازند. اینجاست که طالبان باز بسیار زیرک باشند. با کشتن علمای اهل حدیث این مشکلات نه که حل نمیشه بلکه بسیار بیشتر میشه. منابع میگویند که در این انفجار مولوی امیر محمد کابلی چند تن از شاگردان به جان باختند، اما ارقام تلفات تا کنون نهایی نشده. بدون شک اطلاعات ایران، خاد سابق، CIA، همه دستگاه های امنیتی ویرانگر در این کارها دست دارند، در این شکی نیست. منابع می‌پرسند که این انفجار ناشی از مین جاساز شده در داخل این مسجد بوده است. پناه بر خدا. رکورد فروش کتاب زندگی نامه مولا محمد عمر مجاهد، بنیانگذار فقید امارت اسلامی افغانستان، نسخه عربی و ترکی در کتاب فروشی های ترکیه، کشورهای عربی برای کشورهای خاورمیانه از مرز 2 میلیون نسخه فراتر رفت. العربیه. بله. دوستم از طالبان درخواست مذاکره کرد. مارشال عبدالنشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در مصاحبه‌ای با رسانه‌ای از رهبر طالبان درخواست کرد تا با شورای عالی مقاومت ملی افغانستان مذاکره کنند. مارشال دوستم که پس از سقوط شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان به دست طالبان از کشور فرار کرده بود و اکنون در ترکیه به سر می‌برد، گفت راه حل کنونی جنگ نیست، ولی طالبان هم افرادی مثل او را نباید نادیده بگیرند. اینا دنیا پرستن. این دوستم یک از مجرمترین مجرمان تاریخه. با این حال مصلحت تقاضای این میکنه که طالبان با همه اینها رو همچنان که امان دادن امان بدن. استاد صدای برنامه و تصویر با هم یکی نیست، یکم اختلاف زمانی دارد. حتی تصویر برنامه رو من میبینم امروز طبیعی نیست. اینو هر روز باید یه مشکلی داشته باشیم دیگه. زمانی دارد. حتی تصویر برنامه رو من میبینم امروز طبیعی نیست. بله، حق دارید. پناه بر خدا. این قبلا باید میگفتید که از اول برنامه بهشون تذکر میدادم.
سلام. تصویر با صدا مطابق نیست، لطفا نگاه کنید علت در کجاست. من اسم شما را دوست پورپیرار نوشتم، لیکن مطلبی خلاصه زندگی رخداد عصر امامان این خیلی ریزه. اگه لطف کنیم درشت بفرستیش برای من تا شاید بتونم بخونمش. آقای مرتضی میگه مشکلی در صدا و تصویر نداریم، همه چی خوب است. اگه مردی بود من زودتر از همه میگفتم. خدا خیرتون بده. سلام علیکم استاد. چند کیلومتر لازم است که نماز را جمع یا شکسته خوند؟ این کیلومتر نیست، این اون چرا که عرفاً بهش سفر گفته میشه. بعضی از 60 کیلومتر بالاتر رو گفتن. عرفی که شما درش هستید، از شهری که رفتید از آبادانیش دور شدید، این سفره. از ساختمانش دور شدید. میشه من هم به فهرستان اضافه کنید. من عزیر فنلاندی هستم که اهل توحید شدم. اسم مستعار عزیز فنلاندی. انشاءالله که درست باشه، برای که اطلاعات هر نقشی رو بازی میکنه. شما اول داستان توحیدتون رو ذکر کنید. یکی از اینا مریضه، همیشه یک فوش تکرار میکنه از 15 سال پیش تا الان. سلام، خسته نباشی. علیکم سلام. یک سوال داشتم ازتون. یکی از فامیلامون از دنیا رفته و چشمانش باز بود، هر کار میکردن چشمانش بسته نمیشد. دلیلش چیه؟ خدا داند. انسان قبل از مردنش، در حال مردنش، جاشو در بهشت یا در دوزخ میبینه. اقتدای مولوی اهل سنت پشت سر روحانی در نماز ظهر عاشورا در خاش، اینو قبلا منتشر کردم. از توجهتون حاج آقا خیلی متشکرم و از راهنماییتون هم خیلی متشکرم. برای اولین بار بود که برای رأی گرفتن التماس کردیم. ما اولین بار بود که برای رأی گرفتن گریه کردیم. یعنی این دوره شوخی بردار نیست. امام بدون امت علی بن ابی طالب باشه پشت از 5 سال دوام نمیاد بدون تعارف. اگر یک تحول دلگرم کننده‌ای در دولت آقای رئیسی اتفاق نیفته، آقای رئیسی پرده آخر جمهوری اسلامیه. اینو بدون تعارف باید هممون مد نظر داشته باشیم. گریه دروغین، گریه‌هاشون هم دروغینه. خداوند این دروغگویان رو ادب کنه. آقای امیر هدایت شده، خواندن نماز در اول وقت تقوا محسوب می شود بدون هیچ شکی.
بهترین وقت نماز در اول وقتشه بدون هیچ شکی. خب دوستان، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. ناگناهکاران را نیز شامل دعای خودتون بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نبی بیگانه شد باز و این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو با درود خود میانا نام او. رفت و سوز سینه تاتار و کرد یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رودنی سوی آتشگاه همدن مثل خوی. مسلم از سر نبی بیگانه شد باز و این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد